خب تو این ویدیو میخوایم آموزش باگ انداختن و تخریب سایت رو بهتون یاد بدیم که این عمل رو با ترموکس انجام بدیم. دستورات ترموکس اینها هستش و ما باید ترموکس رو نصب کنیم و از پیشنهاد میکنم که از گوگل پلی یا پلی استور نصب نکنید، چون نسخه به روز ترموکس رو نداره. پیشنهاد میکنم از گوگل دانلود کنید یا فایل نصبی که من زیر همین آموزش براتون میذارم. خب ما باید همه این کدا رو تکی تکی وارد کنیم. نکته قبل از شروع بهتون بگم، من قبلا این دستورات رو اجرا کردم و تست کردم. برای شما هر کجا آورد که وای یا ان که مخفف یس یا نو هست، وای باید بزنید، یعنی یس. خب همه این کدها رو به ترتیب باید وارد کنید. کد اول من همین کدا رو قبلا زدم، به خاطر همین خیلی سریع آپدیت و آپگرید و پکیج ها خیلی سریع نصب میشه و واسه شما حداقل 10-20 ثانیه طول میشه. خب همینطور که اینجا پرسه وای یا نو، خب باز ما وای رو میزنیم. و داره برامون نصب میکنه پکیج. کد بعدی هم پکیج اینستالگت هست. فقط دقت کنید که اینا رو به ترتیب و تکی تکی باید وارد کرد، نه این همه رو کپی کن تو ترموکس بزنی که کار نمیکنه و همه اینا باید تکی تکی باشه و بعد از هر دستور اینتر رو باید بزنیم. حالا اینتر رو همین فلش اینجاست. دقت کنید اگه بعضی موقع بهتون ارور میده، بعد حتما دسترسی به ترموکس رو بدین. دسترسی به فایل ها حتما باید به ترموکس داده بشه. خب حالا اینجا به جای کلمه تارگت شما پاک کردم. اینجا ما باید آدرس اون سایت رو بنویسیم. حالا من میخوام اینجا مای مدیو رو بذارم، mod.medio.ir و اینو کپی میکنم. بعد به عددان دست نزنین، پورت 80 و 200 و اینا اصلا دست نزنین، فقط ما سایت رو بزنیم. خب همینجا که ما گفته پلیز ویت، یعنی گفته لطفا صبر کن و همینطور که میبینیم اینجا داره واسه ما این کار رو انجام میده. اگه من این صفحه رو دور کنم، این باگ بسیار شدید هست و حتی باز میشه سایت کلا باگ بخوری از کار بیفت. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین و این کانال ما رو حتما دنبال کنید و لینک چنل یوتیوب اونم که براتون ارسال میکنم اونجا حتما سابسکرایب کنید که آموزش‌های کاربردی رو اونجا میذاریم. تا آموزش دیگه، بدرود.